گذارید رفتیم آنها را احاطه کنید گذارید به این طرف گذارید گفتم ایستید آنها را احاطه کنید یعنی به این طرف برایید به این طرف برایید نگویم از ما چی میخواهی؟ تو کاردار نشد سینان این جوانها را رها کن سینان یک طرفی سینان کاردار نشد نگویم به این طرف گذار بایست بس کن سینان به خود بیا باری ندارم دکتر سینان بس کن آنها را بگذار سینان با او دست نرسان دست کنه دورا برای دورا از اینجا زود بره دکتر کاردار نشو به این طرف گذر زودتر سینان بس کن این جوانها رو رها کن التجا میکنم جوانی احمق عجلت رسیده است هری گم شو برو دست کنه گفتم التماس یعنی گذارید به این طرف زودتر به این طرف گذارید گفتم زودتر سینان نپرو سینان التجا میکنم سینان نپرو التجا میکنم نپرو سینان التجا کلماتون رو خونید نپرونم یک شرط رسیم بازیه کنی این دختر را گرفت دختر شما چیکار میکنه؟ این طرف گذار پارت نشوه گوش کن دکتر این چوپانت را گرفت از نظرم دست شو وگرنه او را هم میکشم کنی زودتر دکتر مرا رها کنید التجا میکنم مرا باخود بره دامای دکتر التجا میکنم مرا باخود بره زودتر باشه مرا تنها نگذاره تو خواهری من هستی ایست چرا به این کارها دست میزنی کمزن نزدیکشم با این خواهینان همکاری میکنی برفیر تو چیکار کردی؟ خواهرم را کشتی گوش کن که چه فرمانی کشتنی خواهرت را پدر داده بود من تنها اجرا کردم دختری احمق یک طرف ایسته چرا بسرت بلا میخوری
برفین مرا کش خودت مرا پرون مرا کش برفین کش اما مانده هدفی نیست خیز بزن جای است بزن را گیره دیم را کشا با تو میگویم احمد که خیزت جایت کاری شدگی شد راه گرد رفتیم کچا رفتیم حالای زیلو لبای دیلو از دیشب باز در اینجا نشسته اید و خانه‌تان رفته کمی استراحت کنید و هیچ کجا نمی روم تا دختر نهایت نمی روم دیلو شما بیهوده غم میخورید آقای طاهر و الدا آنها رو که ها به اتوبوس سوار کرده گسیل کردند چند ساعت گذشت نه آمدند انیق چی واقعه شده است وگرنه که ها می آمدند باید خیل باشه کنی زودتر راه گردید خیز با من نرس بیا کمک کنم نرس گفتم چرا ایستادید آقای دکتر؟ اکنون چطور به نزد خلای زیلان می روم؟ واقعا را با او چطور می فهمونم؟ آخر گناه شما نیست که آقای دکتر آنها آمدند صد شکر که برگشتید پسرم آنها را گسیل کردی پسرم و شهر رفتند چرا خاموش ایستاده ای پسرم یگان واقع شد چی واقعه شد آقای طاهر؟ سینان با سلاحدارانش ما رو دستگیر کرد فرهاد و بدریه رو پراند چی؟ خدایا تو چی ها میگویی پسرم؟ خدایا توبه آنها چه خیلی انسانند حتی وحشی ها همین کارا نمیکنند این خائن ها رحم و شفقت ندارند خدیجه در کجاست؟ دخترم در کجاست و دخترم چی شد؟ نمیدانم او را با کجای بردن وای کی می آید؟ شعر کوهسار سینان می آید
خوش آمدی سینان، خوش آمدی. خوش باشه جناب صبا، خوش باشه. خوش آمدی، خوش آمدی. خوش باشه. وای 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 وای. وای 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 وای. افسوس، افسوس این جوانان حیف شدند. کارت را نظم انجام رساندی سینان. میدانم جناب صبا. آن دختری دیگرش کجاست؟ در همین جاست. کنی او را بیارید، بیارید. جسدی پسر رو در مزار ده همونید. صاحبانش آمده برند. خطی چرا باشد؟ با جسدی بدریه به مسودیه. اطاعت جناب. خوب شده است. کنی بیایید به درون درایم. خوراک تیار است. بیایید. رفتیم به درون. مجده روید. مجده تو هم رو. خطیچه رو با موسی سپار. یگانجا غیب نزده زود در وقتش رسیده بیا. مرا فهمیدی؟ مرا با این کار همراه نکنید اپا. بس کن. مگر من کی و چی بودنش رو نمیدانم. بهوده گپ نزن. هرچی گفتم همان را میکنی. یا اینکه با فرمانم زیر میبرای مجده؟ در قانونی ما مادر پدر اپا نیست. رفته وظیفت را اجرا کن. اجرا میکنم سینا. زود باش. کنی به درون درآید. خوب شده است سینا. کنی بیاید. کچه کچه تو چرا ایستاده ای؟ مگر نشونیدی؟ جناب صبا ما را ضیافت داده نیست. من با قاتلان خواهرم نمیشینم سینا. یعنی خانم کچه آدم شده است تو از ما حساب بپرسد. تو رفته از پدرت حساب پرس. خواهرت را او کشت. اما کلنگ رو تو زیر کردی. ما برای مردم مبارزه میبریم یا اینکه برعکس خدمتگاری پولداران و نامردم شدیم. روز مرا هم برای پول شده میپرونی. احمق تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای یا عقلت را گم کرده ای؟ اگر این طور رفتن گیرد عاقبتت تماما خوب نمیشود. دانسته باش. مایلش اکنون به خانه درو و جناب صبا ناحرمتی نکن. مایلش خودم را آرام کرده میگویم. فقط زودتر ما را انتظار نکن. من بچی بطلق غوطیدم. این چه دعواست. این چه جنگ است. دخترکم بدریم. چرا زنسوری وقتی آقای موسا چرا این جوانان رو نابود کرده؟ چرا؟ از مروفیلتون رو گیریم. این دختر را برد. از نظرم دور کنید. زمین منو این طرف ادام نگاه نکن مردی. من از اینجا التماس منو برفین تو در اینجا چی میکامی؟ بستی گردنی اسم را گوش کن. مادرت در خانه من است. اگر او رو دیدم خواهی رب از نزدم رب. برفین خطیچه رو دیدی دکوی زکو؟ دیدم زلال. او را به موسی سپاریدند. خطیچه هم برفین هم در آنجا بود. چی؟ برفین در اونجا چی میکند؟ یا اینکه خطیچه رو او آورد؟ من چیکار کنم؟ احوالم بد است. هر دو دخترم را از دست دادم. من چیکار کنم؟
آنها رو چیدن رها کنم. آخر زورم به کسی نمیرسد. آه موسا آه، دختری خودش رو کشت و خدیجه ای مرا برد. آروم شوید خالای زیلال. نه، من خدیجه‌ام را به موسا نمیدهم. رفته دخترم را میارم. خالای زیلال، عقلت رو کار فرما. خانهشان پوری آدم است. همه خیش و تبارشان جمع شدند. جان دخترت رو در خطر نگذار. کمی صبر کن، یکون علاج میابیم. من باید دخترم را نجات دهم. خالای زیلال پسرم از برای خدا او را نگه دار، وگرنه او را میکشند. اما کسی خروس میگویند به اونجا نروید خالای زیلال. نروید گفتم سال است. فرزندم اونجا، جان و جگرم اونجا. خالای زیلال جگرم میسوزد، میسوزد. مایلش گیره نکنید. بیایید همراه رفته بویاگون رو خدیجه رو از اونجا میگیریم. رفتیم. محمد زکا. لبای جناب. اونها خوراک خوردن؟ خوردن جناب. خوب، تازه خوب. شدنشان خوردن. بردارید زودتر. یک بود را پر را خوردیم. باش شود پهلوان، باش شود. بعد از نبیرای آقای زینال رو دزدیدنمان تمامی ولایت به پا خسته است. سرداران قبیله های ولایت با آقای زینال یکجا شده بر ضد من دشمنی را سر کردند. حتی در وقت بابا ابراهیم هم چنین نبود. رو آخر جناب سبا کودک را دزدیده بر عوضش پول طلب کردید. طلب کردم، اما این خیلش تا حال نشده بود. باید یکون کاری کرده خودم را سفید کنم. چقدر سفید میکنید؟ کودک مرد. این کودک بلای جانمان شد. او را به قبرستان برده به سرش یک تیر پران نیست و نابود شود، از او خبر شویم. گریه نکن گفتم. میپرانم. باید کودک را از آنجا گیرم. خیر، خودتون رو چقدر سفید میکنید؟ اگر راضی شوی در خصوص دکتر یک فکر دارم. دکتر در اینجا چی دخل دارد جناب؟ اگر مادر دکتر در دستمان نیست، اگر او را با خواهش من به دکتر سپاری خیلی خوب نشود. چرا مادر دکتر را باید رها کنیم؟ اگر گویند که برای رها کردن این زن جناب سبا التماس کرده است، خوب می شود. بعد آن روزنامه نگار را جیغ میزنیم، رها یافتن زن را پناهوار میگیرد. با این راه مناسبتمان هم با دولت و هم با مردمی منطقه خوب می شود. همین طور نه خلق دختر را دوست می دارد. میفهمی سینان؟ چی گویم جناب سبا؟ لپتون راست. این طور باشد باید مادر دختر را از سرحد گذرانیم. عهدیه با تو فرزندم. تشکرم برجون. بیایید خالای زیلال.
چرا آمده؟ چی میخواهی؟ برای بردن خدیجه هم اومدم موسا. خدیجه را فراموش کن. خانه خدیجه اکنون همینجاست. دخترم را اینجا نمیگذارم. به من گوش کن. برای این دعوا خونی زیاد گریزاندم و تو نیز رحم نمیکنم. رو از اینجا. کاری کردتون جنایت است آقای موسی. خدیجه رو بزدوری داشته نمیتوانید. تو خودت کیستی ها؟ چرا بدری خانه من آمدی؟ در اینجا چی میکنی؟ چرا به این کار دخالت میکنی؟ روید تب شوید از اینجا. میلش موسا، از برای خدا ایست. بگذار گفته تو شود، دیگر خون نریزم. روید از خانه من. تب شوید. دیگر پایتان رو به اینجا نگذاره. رفتیم پسرم، رفتیم. روید تب شوید. خدیجه چی میشود خالای زلال؟ اگر جنجال برداریم خون میریزد. برای خودم نی. جانی تو رو در خطر گذاشتن نمیخواهم. یعنی از خدیجه دست میکشید خالای زلال؟ چیکار کنم؟ خدا بزرگ است. البته برای خدیجه را نجات دادن مدد میکند. رفتیم. کچه مادری دختر رو به قرارگاه چقیشای بیار. من بچه ها را جمع کرده به آنجا می آیم. خوب شده سینان. رو شما سینان من هم با کچه رو می شود؟ نمی شود. تو با من میمانی رجده. شما هر دویتان با کچه می روید. فهما؟ اطاعت سینان. کنی زود باشید. رو کچه. سلام. همه که زن را آوردیم به شما میدیم جنابی سبا. میدونم که این کار با تو پسند نیست. چون که دکتر دشمنی تشکیلات از جنابی سبا. میدونم اما کارو برای فایده دکتر نمیکنیم. برای منفعتمون دشمن رو استفاده میکنیم و تمام. شما را فهمیدم جناب. چی گفت شد آقای طاهر؟ نشد. خدیجه رو به خونهشون آورده نتوانستیم. پای خدیجه حیف میشوند. خاله زلال در کجاید؟ به خونهشون بردم. احوالش خوب نیست. زیق نشوید. شما کاری از دستتان آمده رو کرده ایستادید. نتوانستم دیلا. اکای یاشر آوردن. آقای سلجوق درباره شما مقاله نوشته است. در شرایط بدی دهه دوردست دکتر طاهر نقطه طبی و مکتب تشکیل کرده مشکلی های پیش آمده را با موفقیت حل کرده ایستاده است. در این جای ها مشکلی ها چنان زیادند که درباره موفقیت گپ زدن آسان نیست. کچه بیا کم دم گیره. راهمون دراز است. نقمه نکنید راه گردید. از تشنگی مردیم. اوه آن در جای خونه است. کم دم گرفته آب نوشیم نمی شود. نمی شود. کمی راه گردید. چرا نمی شود؟ تنها 2 دقیقه وقت رو می گیرد. میلش روید. رفتیم. از تشنگی من مادر جان ببینید که هم میآیند. مادر جان من میترسم. آنها سلاح دارن مادر جان. میترسم مادر جان. آنها دمانی تشکیلاتن مادر جان. آنها ما را میکشند. میترسم. بیا زودتر به درون درون دخترم. ایستید صبر کنه. ما فقیریم. در خانه همون چیزی نداریم. آب نوشیدن میخواهیم. چی؟ آب هم ندارید؟ من به سلاح به دستام آب نمیدهم. روید از اینجا. به فکرم تو از جان از سر شده اید. اگر مرا کشید هم پاره کنید هم من به شما 1 قطره هم آب نمیدهم. همت رو گیر. روید از اینجا. این دخترت است خیلی زیبا بوده است جوان بوده است لیکن گیر جوان نمیبودد. این طرف گذار.
ایستید چیزی خواهید ندیم فقط به دخترم نرسید ایستید التجا میکنم ایستید التجا میکنم ایستید به دخترم نرسید برایید از اینجا برایید التجا میکنم برایید خوراک رو گرم کن دخترم زودتر خوردن نیست شود حاضر مادر جون خوراک رو تو تیار کن دخترت اینجا میماند حیوان ها روید از خانه ای من رفت شده مادر جون نرسید به دخترم نرسید به دخترم داد نزن مادر جان با شما داد چی نزن شد صدایت رو نبرار صدایت رو نبرار نگویم نرسید پیش از خوراکی گرگان و لاشخوران شدن از آنها گریزم بهتر است فرصتی موافق چیز تو میگویم دختر رو سر دهد به ناموسا که چه تو کدام نسا و دختری مردم کارت نمانده است دختر رو سر دهد گفتم سر دهد کار خودم سر دهد ابلاها سر دهد بیا خیز آرام شو بیا همش میگذارم بیا خیز آرام شو زود از اینجا گریز از اینجا گریز گفتم تشکر آبا جان خدا از شما راضی باشد مادر جان خیزت مادر جان خیزت با شما چی شد خدایا مادر جان شماده خوش باشید روید از پس کارتان شوید کنی همه جورهای خود رو روید تو باشی برای ما چای بیار گفتم که از پس کارتان شوید چی شما دیگر کار ندارید سینام باید یک چیز رو گویم کنی گپ زن چی میگویی سینام که چه خواهینی کرده است احمق چه خواهینی از میرزا پرسید در کجاست گوی بیاید نمیتواند مجروح است مجده با من بیا شما از پس کارتان روید آی ابله گپ زن کودک رو پرون گفته بودید خیر میخواستم فرمانتان رو اجرا کنم اما که چه از پسم اومده بر سرم زد کودک رو باشد برد تو چی ها میگویی؟ اگر از پس زده باشد از کجا میدونی که کیچه بود؟ وقتی زد افتیدم اما از اوش نرفتم دیدم که او کودک رو گرفته رفته ایستاده است یعنی کودک رو گرفته گریخته است باز با ما خبر نداده است که چه احمق که چه ابله که چه بی عقل نترس او را از همین جا یافتم تشکر اگر تو نمی بودی کودک میمون هر روز با راه دیگر میرفتم امروز خودم نمیدونم چرا با این راه اومدم ناخواست گریه‌اش رو شنیدم کار خدا را بینید گوشت خوک حرام است چند بار گویم مژده اسلام نیست مسلمانی نیست ما در دین تشکیلاتیم این طرف نگوی که چه ما مسلمانیم چه مسلمانی گفته دست باز که خلق ما رو اسیر گریه نکن خواهرم بین خدا فرزندت رو به تو برگردان او را صبح یافته بودم اگر نمیافتم حالش بد میشد شاید میمرد کعبش هم بلند است باید او را طبابت نمایی کودکت بیمار است بیمار است او رو به نزد دکتر میبرد
خیر من رفتم روم. شکر گوی که کودکت زنده است خواهرم. زیب نشو خواهرم، همش خوب میشود. خیر خواهرم، خیر. خدایا تو رو شکر میگویم، برامو بخش. فریب خوردم، بازی چیان بدینان شدم، توبه کردم، دیگر به آنجا بر نمیگردم. این را تو گیر. نظریسته اون سنجیده که چرا گناهگار نکنید. گیرید. تو را چی ادوکاتی که چه تعیین کردند؟ دیگر چی جایی سنجیدن مانده است؟ سینان یک زخمی رو میارن. چیکار زخمی؟ او را دارید. دارید. به این طرف بیارید. بیارید. خوابانید. خوابانید. و تو چی شد؟ این چه حال است؟ ما را کچه پران سینان. کچه پران؟ زکی مرد. چی؟ چرا کچه شما را پراند؟ از تو میپرسم ابله، چرا کچه شما را پراند؟ گبزن آخیر از تو میپرسم. سینان بس کنید. گبزن. او مرد. گیرید، او را برده گل کنید. گیرید. بعد کو پشت را یک و یک کافته کچه را یابید. کچه را نیافته بر نگردید. روید. کچه احمق، کچه ابله، کچه خائن. تو را میکشم، آتش میزنم. سینان کچه را از کجا میابیم؟ از کجا میشد؟ مادامی که کودک بیمار است، آن ابله کودک را به نقطه طبی میبرد. همشیره دکتر در کجاست؟ آقای طاهر. چی شد دیلو؟ کچه؟ این نبیره آقای زینال است. حالش خیلی بد است دکتر. کودک رو گیر دیلو. زود همون داروهای لازمی رو بیار دیلو. حاضر میورم. کودک صحت میشود دکتر؟ نمیدونم. سینون میداند که تو کودک رو دزدیدی؟ نمیدونم، شاید فهمیده باشد. کچه احمق، کچه احمق. همه اتون آماده باشه. به دستم افتی پوست میکنم. همه آماده است سینان. تو و تو اینجا بیایید. لبای سینان. کاری با آخر نرسیده ای که چرا میکنید؟ از سرحد گذارید. مادر دکتر رو به قرارگاه چهاشی بیارید. من با اونجا میآیم. ایتوات سینان. روید. من گوش کنید که چرا زنده میخواهم. فهمیدید؟ زنده. اون نباید با آسانی بمیرد. آنقدر عذابش میدیم که مرگ را آرزو میکند. کنی با پیش. رفتیم. همتون از پسی من رفتیم. انشاءالله به دست نمیافتی که چرا. دیلو حرارتش رو سنجیده باز به او دارو ده. مالش آقای طاهر میدیم. کچه با این کارات فیروری تشکیلات شده. بله همین طور است آقای طاهر. اکنون چی کار میکنی؟ پیش از بعد از سینان افتیدنم به سربازان تسلیم میشوم، اما این رو چی طلب کردنم رو نمیدونم. برای برنامه سربازان رفتن کمکت میکنم. چی کمک میکنی؟ دیلو لبای دیلو الدو رو یافته میتوانی. بعد به سربازان زنگ زده وضعیت رو فهمان. خوب شد است آقای طاهر. دیلو کسی در اینجا بودنی که چرا نفهمد؟ خواطر نشوید. کنی واقعه های دیشب رخ داده رو نقل کن الدار؟ مایلش نقل میکنم. اول تو این را دار. این چیه؟
تو چیکار کردی خانم خیزبان؟ این آخرینش بود. اگر ده به روشنایی ماند جوابش را تو بدی. فهمیدی؟ روشنایی را مونو گفتن الدادی شد چی شد؟ با دختر همراه بودن را میدانم. از پیشم رو. کنیگی؟ خدیجه را چیکار کردن؟ جانتم آخی تو همه چی را میدانی سیکو. الدو چوپان الدو یک لحظه با بیرون برو. مایلش حاضر می آیم. انا آمدم. چه گپ باشد؟ بیو لبای خواهر جان. آقای توهیر مهمان دارن زود به نزدشون برو. مایلش رفتم. چی گپ شده است؟ او با کجا می رود؟ به نزد آقای توهیر. آقای توهیر؟ تو با کجا؟ تو با من بیو به خونه شما می رویم. چرا باید به خونه ما رویم؟ باید زنگ زدم. با کی زنگ میزنی؟ به سربازان. آره چی؟ رفتیم قیزبان چرا اینقدر سوال میدهی؟ پدر؟ چی میخوایی؟ بخیر است دیلو؟ باید زنگ زنم محمد شهباز. مرحمت بخیر است دیلو سر سیما می نمایی؟ با کی زنگ میزنی؟ با سربازان زنگ میزند. چی واقعا شده است؟ یگان مشکلی دارید؟ بله محمد شهباز. درو قیزبان اینجا بیا. چی شده هست؟ صبر کنید پدر حوزی میفهمم. باز گپ درباره تشکیلات نباشد. الو با این چی شد؟ چی شد؟ یک بار از کار ماند؟ نخود کار میکرد؟ در حقیقت صدا نمیبراند. چی شد از دوترو؟ بخیر است؟ تلفن از کار برآمده مکی شهباز کمی پیشتر کار میکرد. دایم همین خیل از دیلو در وقتی ضروری از کار میبراید. آقای طاهر چی شد دیلو؟ متاسفم تلفن از کار برآمد به سربازان زنگ زدن نتوانستم. اکنون من چیکار میکنم؟ سیمان مرا پیش سربازان مییابد. ایست آروم شو کجا تو رو پنهان میکنیم بعد الدو رو به نزد سربازان میفرستیم. انا آمد. ایست آروم شو شاید آقای زینال باشد. شما در اینجا ایستید. ایسا تو با من بیا. خوب شده است آقا. آقای زینال آمدند. نترس که چه؟ آقای دکتر نبیرتون در همین جاست آقای زینال. انا ببینید. پسرم نبیرم محمد صحت می شود دکتر؟ انشالله می شود خواهدیم نشوید. نبیرم را چطور یافتید؟ این خواهی در اینجا چی میکابد؟ آقای زینال ایستید. نبیرتون رو او آورد. شما چه خیل انسانید؟ کودک شیرمک را دزدیده باز پول میخواهید. شما یگان قطره رحم دارید. این چه خیل دعوا بوده است. آقای زینال آروم شوید. کچه خودش نبیرتون رو آورد. دیگر رو نمی تشکیلات نیست. اکنون به سربازان تسلیم می شود. روز بخیر. چی حال دارید امک؟ خوبید؟ تشکر دخترم خوبم. ایسبان چی میخوایی؟ آوازم گرفته است سرم درد میکند. مرا یک معاینه میکردید آقای دکتر؟ کار دارم نمیتوانم. چی کار دارید؟ بیا قیزبان من تو رو معاینه میکنم. آقای طاهر نبیره آقای زینال را معاینه کرده ایستاده است. مگیر این درد سرت را صحت میکند. تو سببی درد سر من معاین نکرده چرا با من دارو میدهی؟ من سببی درد سرت را میدونم قیزبان. کنجکاوی. ای خدا گویا شما رو میخورده باشم. ای بیا مونه. دکتر من در اینجا مانده نمیتوانم. ایست که چه تو رو پنهان میکنیم. سینام ده رو تگورو کرده مرا مییابد. من چیکار کنم؟ آقای زینال به ما کمک کرده میتوانید. چرا نه؟ بر مقابل ظالمان مبارزه بردن کاری خوب است.
او را تا آمدن سربازان محافظت میکنیم، چون که نبیرم را از مرگ نجات داد. تشکر آقا. آدمان من در همین جا میمانند. من رفته از دیگر قبیله ها کمک میپرسم. سینان را انتظار میشویم. اگر رفت و هجوم کند، این دفعه با اون میجنگیم. کنی راه گردید. زودتر راه گردید. زودتر. عجایب کو، مگر من تو را بیهوده به نقطه تیبی فرستادم؟ مادامی که دکتر سربازان رو جیغ زدن خواهد، انیق یگان گپ هست. با خدا هیچ گپ نیست پدر. یعنی هیچ گپ نیست میگویی؟ دکتر بیکار نشسته است، همین طور؟ او دکتر کار میکنه، نبیره آقای زینلر رو معاینه میکنه. نه؟ چرا میگویی؟ آن نبیره او را سینان برده نکشته بود مگر؟ نه پدر، کودک در همانجا بود، با دو چشم خودم دیدم. اگر دروغ گفته باشی دو چشمت را کافته میگیرم. چرا با من باور نمیکنید؟ هم کودک و هم آقای زینل در همانجا بودن. ریزمان، تو به چیزهای ضروری اهمیت نمیدهی، اما به چیزهای نادرکار بینی میخلانی. رو کن، یگان خبری نشنیده آمدم گپ زد. این کودک را کی به اینجا آورده باشد؟ الدو، تو پیشتر رفته اطراف رو نظارت کن. خوب شده است آقای دکتر. با کجا می رویم؟ به نزد خالای زلال. او تو رو پنهان میکند. فهمیدم. بیایید میرویم. آمدند، به خدا که آمدند. از برفین دیگر امید نیست. خدیجه هم رفت. پسرم را گرفتن نتوانستم. ای خدای مهربان، به من مدد رسان. پسرم آمد. بخیر است پسرم؟ خالای زلال، که چرا پنهان کردنمان لازم؟ او کیچه است؟ با آنهایی که دخترم را زهرآلود کردن کمک نمی کنم. خالای زلال، که چه از تشکیلات گریخت، به کمکمون احتیاج دارد. آنها کیستند؟ آدمانی آقای زینل برای حمایت که چه در اینجایند. آقای دکتر آمدند، در نقطه تیبیاند. سینان آمد. دیلو تنهاست، کودکم اونجاست. که چرا با شما امانت میسپارم خالای زلال. من باشم برای خودت را احتیاط کن پسرم. تو اینجا من الدا. لیکن شما تنهایید آقای دکتر. اینجا من گفتم الدا. الدو اون زن چترپوش کی بود؟ کارتون نباشد. بینت را به هر سراخی نخلام. بینیم را نخلامه؟ تا که بزنی آن زن رو نگویی و هیچ کجا نمیروم. خانم قزبان مرا سرده. التماس رو از پی کارت شم. گفتم کو تو نگویی از جایم نمیجومم. بس قزبان بس. سلاحدار آمده هجوم کرده. تو را بینن گرفته میبرم. احتیاط شد. مرا میبرند پدر مرا میبرند. شد جونکم شد. دیلا سینون به اینجا میآید. خدایا کودک رو مییابد. تو کودک رو به خونه اتون بر. با آدمانی آقای زینل خبر میدیم. یک چند نفرشون همینجا نوبت دارستند. رو دیلا رو. مایلش. زود باشد. احاطه کنید. فهمیده. تو اینجایید. رفتیم.
کچه و کودک در کجا هم دکتر؟ چه خیلی که میبینی در اینجا کسی نیست. دیده ایستادم که در اینجا کسی نیست، اما میدانم که تو آنها را در جای دیگر پنهان کرده ای. مرحمت کوبید. کچه را میابم دکتر، تا او را نیابم از این دیه نمیروم دکتر. رفتیم بچه ها، رفتیم. کنی گپ زن کیچه. با برفین چیکار کردید که خانواده‌اش را فراموش کرده است؟ حتی مادرش را نمی‌شناسد. تأثیری درست. چرا دخترم را به این احوال آوردید؟ تشکیلات چنین فرمان داد گفته به دیه هجوم میکنید، خانه های مردم را میسوزانید. حیف بس شما، این کارتان ظالمی است. حق است خالای زیبا، التماس ما رو ببخشید. در دست آن ظالمان من هم ظالم شدم. من و دیگر جوانان رو دعوا گفته فریب دادم. ما رو با یکدیگر دشمن کردن. سینون در پیش چشمم خواهرم را پران. من باشم چیزی گفتن نتوانستم. با من خوب گوش کنید. اگر کدامی از شما آن خائن را پنهان کرده باشد، او را میکشم. مرا فهمیده؟ مژده، خانه ها را کاف. چرا ایستاده ای؟ زود رفتن کافه. خوب شد از مژده. شما اون طرف را کافی شد است. دو در همین جایی است. شما چیکار کردی شده؟ چیکار میکنید؟ چرا با مردم اینقدر ظلم میکنید؟ عیب است. دمد را گیر رئیس. تا یافتن کیچه مردم دیه را عذاب میدهم. فهمیدی رئیس؟ شد فهمیده. در اینجا بیادن اگر دخترم دیده است که دکتر زنی ناشناسی رو به خانه زیلا برده است. یکشان آدمان سیلخداری در اونجا بودن. با دقت باش. روید گفتم. از این مردم این بیچاره چی میخواهید؟ روید از این دیهات از سرت ماند. بیاید میرویم. رفتیم. راه کردید. زود باشید. رفتیم بچه ها. زودتر. رفتیم. خدا از شما راضی باشه. نترسید. از هیچ کس نترسید. فهمیده؟ من پشت و فنای شمایم. سینون، با کجا میرویم؟ به خانه مادری خائنان میرویم. او که چرا پنهان کرده است. اگر تو هم با آنها همراه باشی میمیری دانشتمان. به خدا با آنها یگون علاقه ندارم. راه کردید. شد دخترم، گریه نکن. به راه راست در آمدی. خداوند خطایی کرده‌ات را میبخشد. دخترم، کاش که برفین همچون تو گریخته به دولت تسلیم میشد. جزا داده آزاد میکردند، آیله دار شده صاحب خانواده میشد. برفین یگان گناه نکرده است که به او جزا دهند. این طور نگوی دخترم، یک سربازی را کشته است. برای همین برگشته نمیتوانم میگوید. دروغ است. دخترتان سرباز را نکشته است. چی؟ شخصی رو که سرباز میپندارد از تشکیلات بود. سینان برای او دام گذاشته بود. تو راست گفتی که چه؟ بله، همش نقشه سینان بود. برفین اگر این را فهمد دیگر در آنجا نمیست. آموزم به کجا میروی که چه؟ به کمکشان میروی. اگر تو را بینم میکشم. مبادا یگان تیر رفت و برفین رسد. راست میگویید خوبه. چرا ایستاده ای؟ پران
فران گفتم. نگه زودتر پرانه. سنادارو بده هجوم کردن. زد خود به عمل اومد. باز چی میخواهن؟ این دفعه از دستی من را خوشندی آورده کرد. ایست حامد، ایست. سیلاداران در ده از دخور دارن، تو باید خوابی رایی. این چی گپ است؟ آنها فرزندانم را به کوم میبرن و خدا این دفعه آنها را زنده نمیگذارد. ایستید. آروم شوید. آن دختوری دامادتان یک سیلادار را در خانه زلال پنهان کرده است. سیلادار را پنهان کرده است؟ اینش کم بود که باز آدمای آقای زینه را در خانه زلال پاسبان می‌ساخت. سیلال برای همین به اینجا آمده مردم را عذاب داد. چرا دکتر را حمایت کرد؟ چون که دکتر دیوانه شده است. عقلش را خورده است. آقای حامد ایستید. به کجا می‌روید؟ برای نیست کردن خائنان رایی. زد به من گوش کنید. همه این عیب زلال است. چی شما هم به دشمنتون یاری می‌کنید؟ رئیس درست میگوید. ما با زلال دعوای خونی داریم. بگذار سر یکدیگر را خورند. اکا حالا وقتی این گپا نیست. تا در ده بودن سیلاداران دعوای خونی را فراموش کنید. تو یکم بار مرا گوش کرده بودی حامد. از کجا فهمیدن؟ نمیدانم آقای دکتر، نمیدانم. ایسته چیکار میکنید آقای دیوان؟ به نصیبت هم میرم. به او میگویم که تو چرخان رو نپرانده نمیشود آقای دیوان. بیاید برای بردن من آمدم. بیاید زودتر. آدمون آقای زینال مجروح شدن. آقای دکتر با دقت باشید. سینار با طرفی ما نگر. ما مثل تو از پشت نمیپرانیم. خلای زلال بیسرم شما خوب هستید؟ شما آسیب ندیدید؟ نه خوبیم. به ناموسها گریختند. خدا را شکر نجات یافتی دخترم. پایم. طاقت کن. نصیحت میشوی. طاقت کن. وای پایم. کمی دیگر طاقت کن. انا به زور از آنها گریختیم. زینل نابکار از ده ها آدم جمع کرده آورد. همه با آنها یاری دادند. از 4 طرف هجوم کردند. به زور نجات یافتیم جناب سبا. من که چرا؟ انا همین که چرا؟ آدمی صادق تشکیلات فکر میکردم. همون چنین فکر میکردیم. اما او به ما خیانت کرد. حالا به دستم میافتد. او را پوست میکنم. مجده احوال مجروحان چخیل است؟ جراحت یکش وزنین. او رو در درون خوابوندیم. دیگران خوبند. زود رفته از دیگر قرارگاه آدمان را گرفته بیار. شب به دیگه هجوم میکنیم. زودتر رفت. ایست مجده. نرو ایستا. چرا نرود؟ اول اینجا گذشته شین. آرام شو. گوش کن سینان. کردی تیز به غلافش ضرر میرسونه. که چه همه قرارگاه ها و انبارهای تشکیلات را میداند.
اگر او رفته به دولت تسلیم شود ما را میفروشد، حیاتمان میسوزد. شما این را میفهمید جناب سبا؟ بغیر از دستگیر کردن کیچه چاره دیگر نداریم. حاجت به زد و خورد نیست. این کار را دیگر خیل حل میکنیم. چخیل جناب؟ چخیل دیگر خیل حل میکنیم؟ تو باید مادری دکتر رو میآوردی. او را میآورند. پگاه در قرارگاه چقای شای میشوند. خوب حالا باشد به من خوب گوش کن سینان. به دکتر خبر میفرستیم که برای وزی مادرش و نامزدش زینب که چرا با مودید. مرا فهمیدی؟ لوری 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 بدنی نزوکش درمان شده است اما شفا می‌یابد انشالله. خداش تو راضی باشد پسرم. از شما هم آقای زینال، از شما هم. نبیرای بابا، جانی بابا. من آماده میکنم. جراحتت وزنی نیست؟ خواطر نشوید. دیلو با تو یاری دیم. تشکر. اپای کیچه یاری رساندم. کنی مرحمت خوراک رو آوردم. جناب مرحمت کنید. جاره فکر میکنید که آنها دیگر نمی آیند؟ پس از رفتن سربازان سرمان در بالا میماند آقای حامی. هیچ پروا نکن، هیچ پروا نکن. گیره جناب مرحمت گیره خوش شود. تلفن کرده؟ حالا هم کار نمی کند. دکتر سربازان رو با این کار همراه نکن. اگر سیلهداران و سربازان زد و خورد کنند میدانی چی میشود؟ به خانه و در میمانه. میدانی دکتر خفه نشو و سرمان بلا میاری. نترسید رئیس، سر نداره. باید با سربازان باید دادن که چه این منطقه از سیلهداران تازه میشود. البته دکتر چی شد که چه؟ احوال من چی شد دکتر؟ صبر کن، سربازان در راهند. یک طرفیست آلدو. چرا هیچ نمی‌کنی؟ آلدو با تو یک سپارش مهم دارم. اجرا میکنم آقای دکتر. سربازان رو خبر دادم لازم. تو میروی؟ البته آقای دکتر. وقتی که شما میگویید البته میروم. و شما اشتیایی تام. قزبان اینجا بیا. تو میدانی دکتر آلدو رو به کجا فرستاد؟ من میدونم. یکی لحظه میفهم. سفرها بخیر. تشکر. لیکن به تو نمیگویم. این مخفیست. با من گفتم چوپان. یا نگویی یا میمونی. چرا داد میزنی؟ چرا داد میزنی؟ نخواهم خیلی سوال دیم. توبه. آخی سوالت را مهربانانه ده بعد جواب میدیم. مرا دیوانه نکن چوپان. تو با کجا میروی؟ نمیگویم. سوالت را به کلمه چوپان ده. تو با کجا میروی هم؟ باز در آخرش ای جانکم گوی. آلدو گبزن با کجا میروی؟ جانکم. نشد باز نشد. جانکم را دقیق گفتی. جانکم را از صمیم دل باید گفت. جانکم تو با کی به مرا مسخره میکنی؟ مسخره نمیکنم. جانکم میدونم کی. ایستو ابله. ایستو بس میگویم. جانکم یک کجا میروی؟ ایستو میگویم. ایستو جانکم. از چیزا میروم. ایستو میگویم. در این جهت چی گپ است رفیق؟ در هر یک قدم یک سیلهدار ایستاده است. بخیر است جناب. در این وقت شب با تو گفتنی دارم. گوش کن. از تشکیلات برایت پیامی آوردم. بیا با من. بیا. دستتان درد رو نبیند ینگه.
اکا خوش آمدید. کجا شدید؟ شما که دیر کردید کودکان خوراکشون خورده خواب رفتن. مایلش هیچ گم نه. شما نشینید من حاضر خوراک رو گرم کردن میخورم. مایلش راو با من بیا حمید و تو گپ دارم. اکا چرا سروسی مایید؟ اول خوراک نه اول بیا گپم رو گویم. او خوراک دارو بیا درا در سروسی من خوراک آوردم آقای زینب. تشکر خواهرم، تشکر. پسرم خوراک آوردم. تشکر خالای زلال، بدتر میخورم. پسرم چند روز باز نه خوراک خوردی نه خواب کردی. این طور نمیشود، بیمار میشوی آخر. هیچ چیز نمیشود انشالله. مادرم رو به یادم میارید. من هم مادرت حساب میشوم. چرا گریه کردید خالای زلال؟ آقای دکتر با تو گپ دارم. گوشم با شما پدر. اینجا بیا پسرم. در اینجا جای خوب نیست. خوراکتان رو خورید شما رو به خونه آقای یشل میبرم. تشکر. به شما اشتیایتان. بیا پسرم، بیا پسرم. بخیر است. جناب سبو خبر فرستاده است. جناب سبو؟ بله جناب سبو. تشکیلات میخواهد که بر عوض مادرت و زینب کیچه را به آنها دهیم. من هم همین رو تخمین میکردم. گوش کن، کیچه را به آنها میدهیم. من دخترم را، تو باشی مادر و همسرت را نجات میدهی. باشی میخواهی. گوش کنید، زینب و مادرم رو نجات میدهیم گفتن نباید کسی دیگر رو با سوی مرگ فرستیم. گوش کن، از این کیچه به ما چی فایده؟ بگذار نزدیکان ما نجات یابند. نمیشود آقای حمید. نخود تو یک زنی سلاح بدست رو از مادر و همسرت بالا دانی؟ داماد تا نصف روزی مهلت داره. آقای حمید روز میگویم بهترش مرا به تشکیلات سپارید. که چه؟ آقای دکتر راضی شوید وگرنه به نزدیکانتان ضرر میرسانند. اکنون برای من فرق ندارد یک عمر در محبس باشم یا که تشکیلات مرا به قتل رساند. دیگر چیزی عوض نمی شود، اما شما می توانید بر عوض من نزدیکانتان را از مرگ نجات دهید. که چه؟ تو هم از اسرار تشکیلات رو میدانی. با بیاناتی داده تشکیلات ضرری زیاد میبیند و هم زینب نجات مییابد و هم مادرم. هزارها آدمانی بیگناه نجات مییابند. من شرطشون رو قبول نمیکنم که چه؟ و تو همه کارهای تشکیلات رو با سربازان نقل میکنی. خوش آمدید خالای فاطمه. خوش باشی پسرم. بخیر است. یکون شکایت دارید؟ داروهای دادم فایده نکردند؟ فایده کردند، لیکن من برای دیگر چیز آمدم. برایت خوراک آوردم. از همه خوراکی دوست داشته ات را آش شود. چرا زحمت کشیدید خالای فاطمه؟ چه خیلی زحمت. فکر کردی تو را گرسنه نمیگذاریم. مادرت و همسرت نیستند که به تو خوراک میپزد. کنی کنم نشده خور پسرم آش شود. خدا از شما راضی باشد خالای فاطمه. خیلی شب خوش. و شما هم.
زیاد پزمان شدم. خیلی. معلوم می شود که مردم دهات را بهوده دوست نمی داشته است. تو انسان خوبی دکتر. مرا با آنها سپرده نمی خواهی. میلش می خواهم پیش از به سربازم تسلیم شدنم خانم رابیه را رها کنیم. اگر خدا کمک کند معلم زینب را هم می‌یابیم. در کجا بودن آنها را می‌دانی؟ باید صبح خانم رابیه را به قرارگاه چقیشه بیارم. سینان هم در آنجا می‌شود. با ما یک چای بیاره. خوب شده سینان. آمدن سینان. مادری دکتر هم آمد. مادری دکتر هم آمد. باز با شما روبرو شدیم خانم. چرا مرا زنده نگاه می‌دارید؟ طاقتم تاق شد. بهترش مرا پرونید و این عذاب به آخر رسد. با گناهی پسری دکترت و به سرش بلا آورد و آن بلاها را تحمل میکنی. او را بغار برده پرتاید. برید زودتر. دیگران از پی کارشان شود. زودتر تو جایت وقتشو نگاه کن. لبای گپ زن سینان، گوش بکنم. مادر دکتر را به قرارگاه چقیشه آوردیم. خیلی خوب، جواب آنها را انتظار میشویم. اگر خواهی معلمه را هم بیار. معلمه در همین نزدیکی است. وقتی آمدنم او را هم میگیرم جناب صبا. کنی ببینیم برای وضع کردن کیچه با این دو نفر راضی میشوند. راضی میشوند، البته راضی میشوند. خیلی پزمان شدند. میدانند که اگر کیچه را ندهند چی میشود و هم کیچه در نزد آنها چی قدر دارد. برای یک سلاح به دست جان نزدیکانمون را در خطر گذاشتی. این کارت خوب نیست. به خدا اکا من هم در اول به مثل شما فکر کرده بودم، اما شب هیچ خوابم نبرد. وجدانم قبول نمیکرد. دیده و دانستن نفر را به مرگ فرستادن از روی آدمگری نیست که. به خدا من با دامادم راضیم. پسرم زینب و مادرت را چطور نجات میدهیم؟ که چه نقشه کشیده است؟ به من گوش کنید. نقشه کشی را بس کنید. هم دخترت را و هم مادری داماد را میکشید. شما خاطر نشوید امکی رافی. هر دویشان رو صحت و سلامت میبریم. میبینیم. اگر به آنها یگان چیز شود از خودتان گله کنید. من دیگر کاردار نمیشوم. دکتر خالا هم در درون است که چه؟ بله خالا. چند ساعت شد درباره چی گپ میزنند؟ من هم با تو میروم داماد. برای شما ممکن نیست. فراموش نکنید که دلتون بیمار است. راست میگویی. خدا مددگارت باشد. پیش از رفتنت خبر میدیم. خیر. حال شد که چه؟ چی گپ شده است پسرم؟ به یگان جا میروید؟ جای خاطری نیست خاله زیلو. به من فهموند که چه؟ این رو گفته نمیتونم خاله زیلو. به من هم نمیگویی که چه؟ ببخشید خاله زیلو. البته به شما میگویم. یک عملیات میگذرانیم. معلمه به خانم رابیه را نجات میدهیم. خب دکتر هم اشتراک میکند؟
خوش آمدید. تشکر. خوش آمدید. خوش باشید. از کجا می آیید؟ از استانبول می آییم. از استانبول. یاشا جان چرا میهمان ها راست ایستادن؟ سلام علیکم. مرحمت قبول بگیرید. مرحمت. مرحمت. خوش آمدن. کنی چای بیارید. تشکر. چای. کنی مرحمت شدید. مرحمت. خوش آمدن. یه بار دیگر خوش آمدید. استانبول کجا و این دههای ما کجا؟ بله. بخیر از جناب. ما به نزد آقای طاهر آمدیم. خیلی خوب. ما را به نقطه طبی برده میتونی؟ زحمت نکشید، من آقای دکتر رو به همینجا دعوت میکنم. رستم رفت آقای دکتر رو دعوت کن. کنی زودتر. کنی چای رو بیار. اول با میمون حاضر. همه آدمان را گرفته روم، دیه را که حمایه ما میکنم. هم همین رو میخواهیم. خبری به حمایه ماندن دیه زود به گوش سینان میرسد. او باشد برای ما رو دستگیر کردن قرارگاهش را ترک کرده و اینجا میآید. ما باشیم به قرارگاه چقیشای هجوم میکنیم آقای زینب. با خدا که نقشه خوبی کشیده ای کیچه. با ما 4-5 کس دیگه بس است. از دیه برآمده با آنها در اکایبو میخوریم. مایلش لیکن نبیرم چی میشود؟ تا آمدنی ما دل او رو در خونه اش را نگاه میکند. با شما چی شد خالای زیلون؟ چرا در تحقیقید؟ این دختر با کیچه نقشه کشیدن. با سلاحدارا هجوم کرده زینب و خانم رابیه را نجات دادنیان. آخر این کار خیلی خطرناک است. کسی نفهمد. با تو گپ دارم پسرم. مرحمت خاله زیلال. بیا در بیرون گپ زنیم. آقای دکتر مهمان ها شما رو انتظارند. مهمان ها از کجا؟ 2 نفر از استانبول آمدن. در چایخانه نشستن دکتر. مایلش حاضر می آیم. خاله زیلال بعد گپ میزنیم. مایلش پسرم. خوش آمدید. نور و صفا آوردید. خوش تشکر آقای رئیس. خانده اگانتان ما را خوب قبول کردن. دیهای ما همین خیل مردمش میهمان دوست. انا آقای دکتر همون. بیایید دکتر بیایید. بیا. پیش آمده. خوش باشید آقای دکتر. یا دکتر مرحمت کردشی. خوش آمدید. شما را یافتن خیلی مشکل بود است آقای طاهر. نامم رو میدانید. ما مگر شناسیم؟ نه شناس نیستیم. ما شما را از مقاله در روزنامه بوده میشناسیم. فهمم. درباره اتان معلومات جمع کردیم. تشکر. یک بار از این مقصد بیاییم. میخواستیم با شما تنها صحبت کنیم. چه گپ داشتنتون رو نمیدونم، اما در همین جا هم گپ زده میشه. گوش کنید دکتر. ما نمایندگان یک بیمارخانه مشهوریم. میخواهیم شما در بیمارخانه ما کار کنید. من جای کار دارم. آقای طاهر در بیمارخانه بهترین دولت ما کار خواهید کرد. از روی اختصاصتان همه شرایط ها مهیاست. پول خوبی به دست میارید. دکتر حالا دیدی چه لحظه؟ من در نقطه طبی هم خوشبختم. چون این جوابتان را تخمین کرده بودیم، اما در اینجا پولی پیش پرداخت و کم هم نه. شاید فکرتان را تغییر میدهید. دکتر پولی کلام بوده است. گپی مرا گیری. زود جمدانت را آماده کن. یک دمیز دکتر تویی. یک دمیز. یا خدایا. چه گفتم؟ برای با مردم شهر کمک رساندن دکترانی زیادی هستند، اما در این دهه برای کمک مردم تنها منم. تکلیفتون عالی است، اما برای پول شده این آدمان رو پرتافته رفتن نمیتوانم.
در اینجا موندنم برای دولتم بهتر است. آفرین بیشترم، آفرین داماد، آفرین. این ده عقل دکتر را برده است، تماما بی عقل شده است. اینقدر پول را رد کرده می شود؟ با فکرم سودا کردن می خواهد. این خیلی نگوید رئیس، معلوم که دکتر ما را حالا هم نشناخته اید. چقدر پول ندهان اون همه روند. خدا از او راضی باشد، او انسانی خوب است. بله شما همیشه فکر کردن گیرید، مقصدی وای دیگر خیلی است. دیگر شما همه چیز را نادرست میفهمید. مایلش روید از پای کارتان شوید اکو. در این چسبیده مونده است. شاید مقصدی رئیسی ده شدن باشد. خدایا از دهانم شمال برد. توبه کردم. پدر چی میخواهی قزمان؟ آقای زینال رفته ایستاده است، آدمانش را هم میبرد. به کجا میرود؟ من از کجا دانم؟ خدا این چطور میشود؟ با خدا که رفته ایستاده است، بیایید ببینید. بیایید ببینید. بخیر است آقای زینال، به کجا میروید؟ با ده همان برمیگردیم رئیس. مایلش رای سفید. پسرم نرفت، با تو یکان چیز شود من میمیرم. نترسید خاله زیلال، مادرم و زینب رو گرفته میآیم. این کار آسان نیست. دیلو کودک رو زود به خانه اتون بر. خوب شده است آقای طاهر. نبودن این مورو کسی نباید فهمد. خواطر نشوید. رفتیم. آقای طاهر چی میخوای دیلو؟ خودتون رو احتیاط کنید. خواطر نشو. بلانه دشمن میدرایم. خدایا آنها را در پناهت نگاه دار. اینقدر وقت گذشت این آدم حالا هم زنگ نمیزند. خواطر نشوید، زنگ میزند. دو از سوار میآید سینان. همه آماده شوید، سلاح را گیرید. مژده این جناب سباست. کی؟ جناب سبا؟ کنی زود رفته جناب را پیشواز گیرید. کنی روید زود رفته اسمشان را دارید. روید. شامدید جناب سبا. خوش باشه. خوش آمدید. مرحمت. تشکر. همه جا با جا شوند. زودتر. جایهایتان را اشغال کنید. گرسنه نیستید؟ یکان چیز بیارم؟ چای بس است. بخیر است جنابی سبا. سینان از رئیس شهباز خبر آمد. آقای زینال آدمانش را گرفته با دهه گوزلچه رفته است. آنها چرا ده را ترک کردند؟ معلوم می شود که چرا با ما می دهند. دیگر علاج ندارند. که چرا می دهند اما مادر دکتر را نمیگیرم جنابی سبا. من هم همین خیلی فکر کردم. برای همین روبرو گپ زنیم گفتم. معلمه و مادر دکتر را بر نمیگردونیم. تو باشه البته که چرا از آنها گرفته بیو. میگیرم. جنابی سبا ما را همین خیلی بعضا خبر گرفته ایست. البته. تشکر، سلامت باشید. پنهان شوید. آمده ایستادند. پنهان شوید. راه خودتون را احتیاط کنید. البته. شما هم خودتون را احتیاط کنید. خیر برای کار. اکنون نوبتی ما رفتیم. زود باشید. این طرف گفتم جمع شوید. همه یک جا جمع شوید. زود باشید. اینجا جمع شوید. کنیشید چه گفتم؟ تیکی بی خالی است. دکتر در کجاست؟
در خانهش نیست. پس در کجاست؟ در کجاست میگویم؟ احمد ها کنی گپ زنید. انیق با هررویی که چه پنهان شده است، آنها را که پنهان کرده است، آنها را که پنهان کرده است، کنی گپ زنید نباشد همه اتان را میکشم. کنی گپ زنید که آنها را پنهان کرده است، همه اتان را میکشم گفتم میکشم. گپ زنید، کنی گپ زنید. چه نمیدانید؟ کنی گپ زنید، گپ زنید، کنی گپ زنید. کنی گپ زنید، گپ زنید، گپ زنید. کشه در کجاست؟ دکتر در کجاست؟ گپ زنید، گپ زنید. شما را نیست و نابود میکنم، آتش میزنم. گپ زنید. دکتر در کجاست؟ اگر گفتن نخواهید حالتون را میبینید. مجده لبای سینون دیگه را یک و یک کامل. ایتوات سینون با من بیایید. رئیس، سلاح با دستان باز به ده هجوم کردن. چیکار میکنیم؟ اول شینید کمی آرام شوید. مایلش رئیس، میشینم من هم خون میگیرد، اما من چیکار کنم همی؟ بر ضد سلاحداران برآمدن نمیتوانم. آلدو نمیرسم. نزد سربازان رفت. برای خبر کردن؟ بله، دکتر فرستاده است. آقای حامید، این دکتر همیشه پنهانی کار میکند. رئیس، سربازان تا حالا نرسیدن. بیا یک زنگ زنی میگویم. با کدام تلفن؟ این تلفن شکست، دیگرش باشد کار نمیکند. تو از همه کار خودت رو دور میکنی. این تهها را غارت میکنند و تو پروای این نداری. با من چی داد میزنید؟ رفته به دامادتون داد زنید؟ پنهان نشده برای در کشور هم میهند. داماد من پنهان نشده است. برای نجاتی زینب و مادرش رفته است. نخواد. راست میگوید؟ سینان در اینجاست گفته دکتر به قرارگاه آنها رفت. رئیس، گپ همینجا ماند. میلش؟ البته شما نگفتید، من نشنیدم. شینید چای نوشید. میلش، چای می نوشیم. تو کسی؟ رو از اینجا. شما رو میبینم، پنهان شوید. مادر جون، سینا نباید شما رو بینن. برفی، من تو گپی مهم دارم. گوش کن، میدونی اما سربازی را که پرونده گفته بودی نمرده بوده است. چه خیلی؟ پنهان شوید. لبای سینان. این خانه را سوزاند. سوزانم؟ چرا سوزانم؟ مجده احمق، دختر آدم دلسوز است. خبری سوزاندنی خانه ها را فهمد میبراید. و که گفتم عمل کن. سینان اینجا بیا. شید سینان، با تو بازی کرده ایستادند. چه بازی؟ دکتر با کیچه و قرارگاه برای گرفتن مادر و زنش رفته است. بیرون سا و قرارگاه چه قشنگ است. مادر دکتر هم در آنجاست. کیچه از این خبر داشته. مقها مرا بدام افتانیدن. هم دکتر و هم کیچه را میکشم. مجده تو جمع شوید میرویم و قرارگاه بار میگردیم. دکتری احمق، کیچه احمق، هر دیتان مردید. پسرم بدان میافتد. قرارگاهی چوکای شای من اون جای رو میدونم.
در اونجا پاسبان گذاشتند. شاید مادرم در اون غار باشد. شاید. آنها تنها 3 نفرند. در درون غار بودنشو عمیق. با دقت باشید تقسیم میشویم. پاسبانان رو تیرباران میکنیم. پراندن رو بعد از من سر کنید. ایستو کچه. میخواهی این آدم رو بکشی؟ بله. نمیشود کچه. باید این کار رو بخون ریزی اجرا کنیم. چرا؟ خون نریزونده نمیشود دکتر. اگر اونها رو کشیم ما از اونها فرقی نمی کنیم کچه. راست میگوی دکتر. ایست. کیست در اینجا؟ مادر جانم من خوب میبینم. من برای شما اومدم. بسرم بسر جانکم بسرم. زودتر. رفتیم. زودتر. خیزید. خیزید مادر جان. رفتیم. راه گردید مادر جان. راه گردید. همه‌اش خوب میشه. راه گردید. جانکم. مادر جان. فکر میکردم که دیگر تو رو نمیبینم پسرم. حالتون خوب است؟ من خوبم. تو خدا جهان داری. پسرم جانکم. من خوبم. آرام شوید. خاله زیبا. خداوند بخیر گردونه. تشکر زلال. خاله زلال شما در اینجا چه کار میکنید؟ سینون در اینجا بودنتون را فهمید و اینجا میآید. زود از اینجا روید. که چه با مو راه نشان دهید. از پس من اوی. رفنی ایسته. در جایتان ایسته. از جایتان نجنبید. دکتر سلاحایتان را پرتاید. کنی سلاحتان را پرتاید. پرتا خواهید. پرتا گفتم. سگ خواهید. پرسیدن عیب نیست. سفرها بخیر. مهمانداری را ندیده با کجا رفتن میخواهید؟ شما را ضیافت نداده جواب نمیدیم. همه دشمنانم در همینجا. دکتر، کچه، سیلال. آخری راهی همه‌تان همینجاست. کلمه‌تان را عرضه کنید. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.